سلام رفقا، به چنل من خیلی خوش اومدید. من اینجام تا امروز کاربردترین ترفند اقتصاد انار رو بهت بگم. نوشه جان، انار رو داشته باش. اینا چند بهش میدن؟ انار دونه سرخ. اینا به اسم انار ترکیده. ببین، انار جون سرخ جون. به خوشمزه شیرین. به فروش هم هست البته. انارای سالم اینجا، انارای ترکیدم اینجا. چیز جالب که تو باغ دیدم این درخته. چی میگی؟ آخه قیافش ببینه مثل این لشکر شکست خورده. جدی میفرمایی؟ پاش شده. یکی اسم براش بذاری؟ این دیدی این لوله مربوط میشه اون دختری که میگفت که من کاری نکردم و اولا من داش جان نحوه درست کندن انار چجوریه؟ بگیر بیفه این شاخه. باسا این شاخه برم کنار. بگیر بیفه شاخه اینجوری. واو اش پکرم کرده از بخیر شما بگید. خیلی تاثیرگذار بود. خروز بچه ها. آدم خروسو برانکات بیارید منو روش بذارید که من خورد و خمیرم همین الان میمیرم. واقعا دیگه خسته شدم، دیگه نمیکشم. منم یه آدم حواسش میاد. اوه انار دونه کردم. روز سومه انار دونه کردم. آمارگیریه ساخت شیرازه گرسیه 1 تا 200 در ساعت آبگیری بکنه، توفات رو کاملا خشک بکنه، از هر 10 کیلو دونه انار 8 کیلو آب خالص بده. از انارا این دفالاش پیکشونه چه کارش میکنم میریزن تو بوده. برای روغنگیری استفاده بشه. روغن اصل انار خاصیتایی داره، خاصیت لایه برداری برای پوست داره، برای از بین بردن جای جوش، جای زخم، جای برقی استفاده میشه، برای شوری سر، برای ریزشی موها استفاده میشه، منطقه استفاده میشه رو براش. پوست انارم خب وقتی خوش میکنم برای دور اندازی استفاده میشه، خوراکه هم میتونه استفاده بکنم. زمان آبگیری انارم از برج 8 شروع میشه تا آخرای برج 10. بچه‌ها یه هولی بده خانواده سیتایمون به 100 سابسکر اول برسه. دمتون گرم. یه هولی ریزی بدی. خیلی مخلصم. سرخی رو ببین مثل جگر زلیخا. ها؟ جگر زلیخا. اینا برای طرز تهیه رب اومده واسه شیشه کردن. هم رو با نار میل کنید. همونجوری یه نمونه الان بذاره توی شیشه نگاه کنید. ببین چه رب قشنگ. رفیق لایک و ساب یاد نره، عشق منی. بله به به به. مشتبه قطع